در ناحیه شهری توز روند اقدام‌های آبادانی و سازندگی با وسعت ادامه داشته کارهای ساختمانی در بیش از 40 انشاءات جریان دارد که اکثر آن از جانب ساختمانچیان محلی انجام داده می شود. تدبیرهای سازندگی با مقصد فراهمگردانی شرایط سازگار بهر ساکنان روانه گردیده سال اینفراستراکچور ضروری مهیا کرده می شود. بخصوص در سمت معارف انشاءات زیاد به نقشه گرفته شده است که بهر دانش اندوزی نسل نورس مساعدت خواهد کرد. ساحه معارف یکی از ساحه‌های کلیدی به شمار می رود و در ناحیه شهر توز نیز بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک زمره ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه‌های تا مکتبی چگونه که پیشوای معظم ملت تاکید نمودند ما باید تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در هر یک دهه و محله ها باید ساختمان مؤسسه‌های تا مکتبی را به نقشه بگیریم و از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توز نیز در یکجایی با صاحبکاران محلی این اقدام نقشه چاره‌بینی ها ترتیب داده شده است و در هر یک دهه و محله از جانب صاحبکاران شخصان سخاوت پیشه و از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توز تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این اینفراساختورها مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های تا مکتبی ساخته به استفاده داده می شود. بنای علاوگی تعلیمی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 با دستگیری مقامات محلی و سهمگذاری والدین خوانندگان ساختمانش ادامه دارد که با بنیاد آن 240 نفر خواننده در یک بست و تعلیم فرا گرفته می شوند. ساختمان بنای نو علاوگی از طرف والدین یعنی پدر مادران ساخته استادیم در یک بست 240 نفر جای نشست تامین می شود. این کارها در آشیانه یکم به انجام رسید، آشیانه دوم کار رفته ایستاده است. باوری داریم که تا جشن 35 سالگی استقلالیت به مؤسسه را به استفاده می سپاریم. در دایره روح‌اندازی اقدام‌های سازندگی بخشیده به تجدید جشن با شکوه ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی در برابر مهیا گردیدن اینفراساختور محل همزمان ساکنان با کار دائمی تامین کرده می شوند. در ناحیه شهر توز با نظرداشت عملی گردیدن برنامه‌های دولتی با سهم صاحبکاران وطنی کارخانه‌های صنعتی نیز بنیاد می‌گردد. در این سهم فابریکه پرنده پروری در جماعت دهات آبشاران ساختمانش ادامه دارد که زمینه خوب برای رشد این ساحه فراهم خواهد آورد. در زمینه بنیاد بنا و انشاءات معموری و خدمت‌رسانی امروزها راه و پل‌ها، باغ و گلگشت و دیگر مکان‌های استراحتی و فراغتی تعمیر و از نوسازی کرده شد که این در بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی به اهالی و مهمانان سیاحان نیز مساعدت می‌نماید. امروز در ناحیه شهر توز بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار بنا و انشاءات‌های اینفراساختور زمانوی ساخته به استفاده داده شده ایستاده است که سراول ما مردم سربلند ناحیه شهر توز منتداری صمیمانه خود را به پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و به صاحبکاران محلی میرسانیم که برای ما شهروندان چنین امکانیت‌ها و چنین اینفراساختورهای زمانوی که به تمام طلبات زمان جوابگو ساخته به استفاده داده شده ایستاده است که ما از آن ثمرناک استفاده میبریم، منتداری خود را بیان مینماییم. این همه آبادی و پیشرفت در زمینه دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان عملی گردیده برای بهبود بخشیدن سطح اجتماعی ساکنان روانه می‌گردد.